جناب قاری صاحب سلام، صبحتان بخیر. بسیار زیاد خوش آمدید. سلام و رحمت الله. صبح شما بخیر، زنده و سلامت باشین. بسیار سپاس که دعوت ما را پذیرفتی، آمدی در برنامه و امیدوار هستم که صبح بسیار زیبایی را آغاز کرده باشی. بسیار زنده و سلامت باشین. تشکر، بخیر باشین. بله جناب قاری صاحب، میم بحث از اینجا آغاز میکنیم که چگونه ما باید الله متعال را بشناسیم. یگانه شناخته که ما الله متعال را بشناسیم طالب علم است. که یک شخصی که علم نداشته باشه او خود را نمیشناسه، چی برسه که الله متعال را بشناسه. یگانه راه و روش و طریقه که شناخت الله متعال است طالب علم است، علم آموختن است. و بعضی اشخاص میگه که ما میخوایم الله متعال را ببینیم. چگونه الله متعال را میبینی؟ تو اگر علم داشته باشی تمام مخلوقات الله متعال را که ببینی الله متعال را میبینی. نظام الله متعال مثلا کوه ها است، مثلا زمین از چه رقم خلقت شده، کوه ها را الله متعال چه رقم خلق کرده، انسان ها را به چه شکل الله متعال آفریده. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اینها را که ببینی، بیندیشی، فکر کنی، بس الله متعال را میشناسی و میبینی. بله جناب قاری صاحب، شما گفتین مؤلفه‌ای که برای شناخت الله متعال ضرور هست همانا کسب علم هست. برای کسب علم ما باید کدام آداب و موارد مد نظر بگیریم تا علم ما مؤثر باشد و علم ما منجر به خداشناسی و رهیابی برای جنت باشد؟ خب آداب علم که هست چند آداب داره. یکی مثلا آداب است در مقابل الله متعال داشته باشی. دوم آدابی است که در مقابل استاد داشته باشی. بسیار عالی. سوم آدابی است که در مقابل کتاب داشته باشی، اما کتابی که او را مطالعه میکنی، چه قرآن باشه، چه حدیث شریف باشه، چه فقه باشه، چه دیگر کتابای عصری باشه. الله متعال را که در مقابلش ادب نداشته باشی، مثلا یکی از شعائر دین الله متعال مسجد است. اگر در مسجد به تحصیل بری، به علم بری، به یاد گرفتن قرآن بری، در مسجد ادب نداشته باشی، به این معنی است که در مستقیم در مقابل الله متعال ادب و احترام نداری. چرا که تو در خانه‌اش که داخل میشی به بیادبی، در او مقابل الله متعال ادب و احترام واجب است. دوم در مقابل استاد، وقتی که استاد را میبینی باید برش احترام بگذاری. اگر از توانت بود یک چیزی برش عادیه بتی، تحفه بتی. اگر از توانت نبود همی پرسانی و احوال پرسی که اخلاق نیکو داشته باشی هم صدقه است. بعد از ذکر از امرای کتاب و قرآن احترام داشته باشی. اگر قرآن عظیم شانه بسیار یک چیز سبک بشماری یا که احادیث شریفه به چیز گونه بگیری که این خدای ناکرده یک چیز عادی است، باز اگر در مقابل از احترام ادب نداشته باشی علم را حاصل کردن نمیتونی. بله جناب قاری صاحب، یک بحث دیگر که در کنار کسب علم هست همانا تطبیق علم و رساندن علم به دیگران هست. این دو بحث چقدر بحث مهم هست. وقتی که ما کسب علم میکنیم چقدر تلاش بکنیم که علم خود را در واقع تطبیق بکنیم و همچنان تلاش بکنیم که این علم کسب شده و این ودیعه الهی را ما به دیگران هم برسانیم. تطبیق علم، یاد گرفتن علم خیلی مهم است و رساندنش همچنان مهم است. وقتی که انسان علم را بیاموزه اول بالای خود تطبیق کنه، بالای خود انجام بده که عمل کنه. مثلا الله متعال میفرماد که یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. ای مؤمنان چرا چیزی میگوین که خودتان انجام نمیتین، خودتان عمل نمیکنین؟ باز بعد از اینکه علم را آموختی، عمل کردی، بالای خود را خوب عیار ساختی، بعد از اون میتونی فامیلت را علم را بیاموزی و فامیل را عیار بسازی برای راست مستقیم. بعد از اون جامعه را، منطقه را، کشور را و یک امت رسول الله صلی الله علیه و سلم را که حدیث شریف است پیامبر علیه السلام میفرماد خیرکم من تعلم القرآن و علمه. بهترین شما کسی است که قرآن عظیم شان را یاد بگیرد و بعد از اینکه یاد گرفت درست دقیق آموزش بده به دیگر امت.